سلام علیکم همدیران عزیز. امروز 8 می سال 2024 بعد از باران‌های سیل من دیدم اومده اینجا دیدم. امروز نوار میکنم این سیل هم باغ ما رو زده. گفتی برادران خوجاندی ما دب دلکش برآورده است. انا خیلی همه زده و ببینید شوشت برده است. ای تو بالا برده است از خودی، تو پایان برده است از خودی بالا اومدگی سیل من همین خیل از باغای بالا جمع شده با همین چوت کده باغی من زده است. با من که من همین خیل یکم باغ رنگ من خیلین تازه و شدگار کدگی نبود. باغای بالا پر علف دشتی بسوی بس و یا بالا علف قطعی گذاشته زمینش رو چقدر نشده. باغی من اومده زمینی من که خاکی کردگی بود و مهنت کردگی بود من همینجاشه من ببینید اون طرفش خاکی آماده من اینجا رو زده همه رو گرفته برده است. تخمینا یک 10 دولان خاک در کار که آورده در پیش باغ ریخته با مردی کار گرفته کاریگر گرفته همه این پرکنی اومد. تخمینا 20,000 سومانی به ما سیل خسارات آورده است. خیلی چی کار کنیم؟ خدا با شکر میگیم همین نشدم. خدا با شکر میگیم باز زندگی دوام داره. من باز پیوند کردیم برای سال آینده یک اگوره من انگوری لامبرژینی تیار کردیم که انگوری لامبرژینی دراز فروشیم. اکن این انگورها پولی خسارات رو نمیپشونم به هر حال، لیکن دنیا با امید است. سالی گذشته خنک زد، امسال سیل زد. نمیدونم اکن هیچی گفته نمیتونم. خدا با شکر میگیم تمام. باز مهنتی بسیار کردن در کار، پولی افتن در کار. خیلی اگم بانک پول میگیریم خاک خریده اینا پول کردن در کار. امسال این ریشه ها رو همه رو کشوده است. ریشه های انگور کشوده شدگی انم خیلی با ما سیل خسارات آورد به باغ ما، با باغی که مادری است، باغی که کلکسیونی است. همینجوران عزیز در پناه خدا باشید. من ما سالی گذشته پیوند کردیم. مالچیک سپالچیک ایناش امیر انا ویش دینکا گرفته است نگرفته است نمیدونم. گرفتگی دینکا هر نمود انگور رو آوردیم که تاجیکستان از انگور پر شود، بوی شود، هر نموده شود. خواهی همدیاران عزیز همین خیل در پناه خدا باشد.